به نام یاد خدا. دوستان نهایت عزیز، برنده های گرامی، صبح زیبای شما بخیر. باز خوش آمدید به یک ویدیوی دیگری از ما از چینل یوتیوبی نوای یاغیل. دوستان نهایت عزیز، امروز یک منطقه دیگری آمدیم که شما را با این منطقه آشناییتی بیشتر بدویم. اینجا که است منطقه کوچیک به نام رزک، مربوطی منطقه بزرگ از ما منطقه بردز میشه. اینجا چند خانواده که زندگی مونه، اما متاسفانه امسال خشکسالی هم است تا هنوز برفی وجود نداره یا باران هم نمیزنه. اینی است دیگه منطقه از رزک، جایی است که 5-6 خانواده اینجا ساکنه. بسیار آرام، منطقه خوب، جایی است که واقعا زندگی در اینجا خوش آمدید به یک منطقه دیگه هم به شما معرفی می‌کنم. اینجا که منطقه استیرک است، جایی که هم مربوطی بردز میشه. یعنی دست شما زنده باشید. ویدیوهای زیاد در یوتیوب گذاشته میشه، شما چینل از ما را سابسکرایب کنید، زنگوله فشار بدید، ما را حمایت کنید. پایینی که میبینی یک از معروفترین آدم ها اینجا زندگی میکنه به نام بادر خان. دیگه اینی هم قیلی ایزی بوده، دیگه فعلا به رحمت خدا رفته. هیچ کس از این باقی نمانده اینجا که زندگی کنه، همه چی خراب.